ما یک گروه آموزگاران مؤسسه رقم 87 از حادثه دیروز در خاروخ رخ داده عاید محمد باقر چنین ابراز عقیده داریم: در همه دور و زمان قدر و مظلت و بزرگی شخص اصیل استاد آموزگاران از بین نمی رود. آنها همچنین شخص بزرگ و ستاره درخشان زندگی زندانان بوده. جمعیت به آنها همیشه نیاز دارد. هر لحظه حیات آنها را به خاطر می‌آوریم. زنده یاد بودن نام آنها توسط هنری بالا و تربیت شاگردان برکمالشان صورت می‌گیرد. این شخصیت‌های بزرگ توسط نیکو و نکوکاری و سخاوتمندی و مردانگی در دل دیده مردم جایند. آنها رساله آدمگاری را در دلشان جای داده همیشه در رحمت یزدان پاکند. ایده از چنین شخصیت‌هایی که در ناآرامی جمعیت دست زده‌اند باید به جوابگری کشیده شوند. چون مردمی بدخشان با فرهنگ و مدنیت هستند، باید خود از این حادثه چنین قضاوت نمایند و به شخصان جنایتکار جزا دهند.